بسم الله الرحمن الرحیم. تمرین اول است مربوط به حرکت ضمه و حرکت پیش. در ضمن حرکت های مثلا زیر و زبر هم میتونین بفهمین و خوانده میشه. ببینیم امثال پیش او، ث زیر ثی، ر زبر را، او ثی را. در اینجا فقط ما حرکت زبر پیش میشناسیم که الف پیش داره و سی و ر زبر داره. تقریبا سایر کلمات به می شکل است. به پیش بو هزیر هی تزر تا، بو هی تا. تی پیش تو هزیر هی میم زبر ما، تو هی ما. ث پیش ثو لام زیر لی به زبر با، ثو لی با. جیم پیش جو هزیر هی دال زبر دا، جوحی دا. لاین دوم هی پیش هو سین زیر سی دال زبر دا، هو سی دا. فرق بین سین و ث دیگه است که سین فقط سه دندانه داره و سه یک دندانه داره، سه نقطه در بالاش. هی پیش هو سین زیر سی دال زبر دا، حسی دا. خی پیش خو دال زیر دی عین زبر ا، خودی ا. دال پیش دو هی زیر هی میم زبر ما، دو هی ما. دال پیش دو کاف زیر کی ر زبر را، دو کی را. ر پیش رو میم زیر می یا زبر یا، رومی یا. زال پیش ز پیش زو هی زیر هی دال زبر دا، زوهی دا. ای هی چشمه هم میگن، مثلا ای را هی حلوا میگن و ای را هی چشمه. ای به گلون پر خوانده میشه حوسیده. ای زوهیده، زوهیده. سین پیش سو لام زیر لی به زبر با، سو لی با. شین پیش شو فی زیر فی عین زبر ا، شوفی ا. صاد پیش سو دال زیر دی عین زبر ا، سو دی ا. ضاد پیش ضو میم زیر می ر زبر را، ضو می را. تو پیش تو لام زیر لی به زبر با، تو لی با. ضا پیش ضو لام زیر لی میم زبر ما، ضو لی ما. عین پیش عو قاف زیر قی دال زبر دا، عوقی دا. غین پیش غو دال زیر دی ر زبر را، غو دی را. فی پیش فو هی زیر هی میم زبر ما، فو هی ما. تا درس بعدی خداوند نگهدار.